یه دونه پیاز رو رنده میزنیم. به حدوداً 2 تا 3 قاشق آب پیاز نیاز داریم. پیازایی که با رنده ریز رنده کردیم رو از صافی رد میکنیم تا آبش رو ازش جدا کنیم. همینقدر کافیه. داخلش نوک قاشق فلفل سیاه، نمک، پاپریکا، زردچوبه میریزیم و ترکیب میکنیم. میذاریمش کنار. بعدش هم سینه های مرغی که از قبل شستیم و داخل نمک گذاشتیم و دوباره شستیم و گذاشتیم خشک بشه رو میاریم و برشش میزنیم. خیلی دوست دارم بدونم از کدوم کشور این ویدیو رو میبینی و بزرگترین دغدغه‌ت در مورد ظاهر چیه؟ گوشت مرغی که نواری برش زدیم و داخل ظرف پیاز و ادویه هامون میریزیم و قشنگ با هم دیگه ترکیبشون میکنیم تا مرغ قشنگ مزه‌دار بشه. روش رو میپوشونیم و میذاریمش داخل یخچال تا استراحت کنه. توی این مدت هم یه ظرف میاریم و داخلش 2 پیمانه آرد جو یا جو 2 سرپرک و 1 پیمانه هم آرد سبوسدار اضافه میکنیم. 1 قاشق غذاخوری خمیر مایه، کمی نمک. با 1 لیوان آب گرم و کم کم هم بهش اضافه میکنیم و ترکیب میکنیم تا منسجم بشه. توی این مرحله میتونین خشخاش یا کنجد اضافه کنید. به خاطر طعم بهتر و این اختیاری میتونین اضافه کنین، میتونین نزنین. بعدش هم شروع میکنیم 5 دقیقه ورز دادنش. توی این مرحله اگه به دستتون چسبید میتونین بهش آرد اضافه کنید، اما خب کم کم اضافه کنید که آردش زیادی نشه. اگرم میخواین گلوتونش کم باشه از آرد جو کلن استفاده کنید. آرد سبوسو کلن حذف کنید. خب دیگه خمیر ما دیگه آماده است. روشو میپوشونیم و اینم میذاریم توی محیط تا استراحت کنه حدوداً 30 دقیقه. خب خمیر ما دقیقاً مثل لونه زنبور شده و آماده است. سطح کارمون رو آرد پاشی میکنیم و بعدش هم به اندازه 1 گردوی بزرگ از خمیرمون برمیداریم و با وردانه بازش میکنیم. یه دونه مایتابه نچسبم میاریم و با دمای کم میذاریم داغ بشه. وقتی که داغ شد چند قطره آب روش میپاشیم. این حرکت باعث میشه که به هیچ عنوان خمیرمون بهش نچسبه. بعدم خمیری که باز کردیم و داخلش میندازیم. وقتی که شروع به حباب زدن کرد خمیر رو برمیگردونیم. وقتی که نونمون یکم برشته شد و رنگش هم طلایی شد و بوش کل خونه رو برداشت، یعنی دیگه آماده است و میتونین اونو بردارین و یه دونه دیگه داخلش بندازین. توی این مرحله هم یه دونه مایتابه نچسب کوچیک میاریم و داخلش 1 قاشق غذاخوری روغن زیتون میریزیم. اگه نداشتین میتونین از 1 قاشق روغن مایه هم استفاده کنین، نگران کالریش نباشین. یا اگرم سخت میگیرین نیازی نیست، میتونین اصلا از هیچ روغنی استفاده نکنین. فقط بذارین مایتابتون یکم گرم بشه، بعدش هم مرغاتون رو بهش اضافه کنین. یکم تفت میدیم تا قشنگ سرخ بشه. درش رو میبندیم و با دمای پایین میذاریم که قشنگ بپزه. خب تا اون آماده میشن 4 تا سیب زمینی رو پوست میگیریم و خوردش میکنیم. میدونستی با زدن دکمه لایک و سابسکرایب باعث خوشحالی من میشی؟ پس لطفا اون دکمه رو بزن. متشکرم. بعد از اینکه سیب زمینی ها رو برش زدیم یه دونه ظرف دیگه میاریم و داخلش 1 قاشق روغن مایه یا روغن زیتون میریزیم. نوک قاشق فلفل سیاه، زردچوبه، پاپریکا و ترکیب میکنیم. 1 قالب نچسب میاریم و سیب زمینی ها رو داخلش میریزیم. ادویه ها هم که با روغن ترکیب کردیم و روش میریزیم و بعدش هم با هم ترکیبشون میکنیم تا ادویه ها قشنگ به سیب زمینی بچسبه. بعدش هم یکم روش نمک میپاشیم و میذاریم داخل فری که از قبل گرم شده با دمای 180 درجه. دمای بالا و پایین رو روشن کردیم تا حدوداً 20 دقیقه بپزه. خب بریم یه سس خوشمزه هم برای این غذا درست کنیم.
داخل یه ظرف 4-5 قاشق ماست میریزیم. هر ماستی که دوست داشتین میتونین استفاده کنین. بعدش هم نوک قاشق شوید، فلفل سیاه، یکم هم نمک رو ترکیب میکنیم. این سس واقعا خوشمزه است و کالری نداره. خب دیگه غذامون آماده است. بریم برای ترکیب کردنش. طعم محشری داره، مطمئن باش از درست کردنش پشیمون نمیشی. نونو ببین چه بافتی داره. فقط این نونو باید گرم استفاده کنی، چون وقتی که سرد میشه خشک میشه. نمیتونی برای ساندویچ و اینجور چیزا استفاده کنی. هر وقت خواستی باید تازه درست کنی و اگرم خواستی زیاد درست کنی برای یک هفته باید اول گرمش کنی تا بتونی اون طعمی که میخوای و ازش بگیری. خب اول نون، بعدش هم گوشت و روش هم به مقدار فراوان سیب زمینی. بله الان میپیچیم و داخل سس میزنیم و میخوریم. نوشه جان، طعمش واقعا محشره. داخل این ساندویچ میتونین از کاهو یا کلم سفید یا حتی خیار و گوجه هم بذارید. همین که طعم بهتری داره، همین که سبزیجات خاصیت بالایی داره، اما خب من زیاد از گوجه و خیار خوشم نمیاد، برای همین داخل ساندویچام زیاد استفاده نمیکنم. اما خب حتما بهتون پیشنهاد میکنم که شما استفاده کنین اگه دوست دارین. خوشحالم که تا اینجای ویدیو همراه هم بودین و تا خوشمزه بعدی، خدا نگهدار.